سروزیر پاکستان عمران خان امشب 2 اپریل بعد 12 ساعت بحث‌ها در پارلمان از طریق عدم اعتماد یا نوباوری از مقام برکنار کرده شد. عمران خان یکی از حامیان اساسی رژیم نو طالبان دانسته میشد. او از دولت‌های دنیا دعوت میکرد که حکومت نو ساخته طالبان را به رسمیت بشناسند. عمران خان با این مقصد به پایتخت‌های گوناگون سفر میکرد و از جمله ماه سپتامبر سال 2021 حتی به دوشنبه هم اومده بود. عمران خان بعد بازگشت از دوشنبه گفت به پرزیدنت تاجیکستان وعده داده است که طالبان را به مذاکرات با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و هم به تشکیل حکومت فراگیر وادار کند، ولی با وجود گذشتن بیش از نیم سال عمران خان نتوانست این وعده های خود را اجرا کند. عمران خان ستاره سابق ورزش کریکت چوگانبازی که سال 2018 برابری حکومت پاکستان رسید به خاطر پیشگیری از رأی عدم اعتماد حتی پارلمان را پراکنده کرد، ولی دادگاه عالی پاکستان از احزاب مخالف پشتیبانی کرد و تصمیم عمران خان در مورد پراکنده کردن پارلمان را غیر قانونی نامیده بیکار کرد. شهباز شریفی رهبر مخالفین پاکستان گفت که کشور بالاخره از یک بحران جدید رها یافت. او در توییترش نوشت مردم پاکستان را با صبح نو تبریک میکنم. عمران خان نخستین سروزیر پاکستان است که از طرف رأی عدم اعتماد کنار زده شد. از 342 وکیل پارلمان پاکستان 174 نفرش به عمران خان اعلان نوباوری کردند. قرار است روز 11 اپریل رهبر نو حکومت پاکستان انتخاب کرده شود. سروزیر نو باید حکومت پاکستان را تا زمان انتخابات نوبتی که باید ماه اکتبر سال 2023 دایر شود رهبری کند. عمران خان گفت حکومت نو مخالفین را اعتراف نخواهد کرد. عمران خان بدون آوردن یگان دلیل ادعا کرد که وی را در نتیجه یک تفتیه تحت رهبری امریکا برکنار کردند، چون که او از واشنگتن در مسائل مربوط به روسیه و خطای پشتیبانی نکرد. او پیشتر هم اصحاب مخالفی را به همکاری با غرب ابدار میکرد. امریکا ادعای عمران خان را بی پایان نامید. عمران خان سال 2018 در هوای شورت زمان چوگانبازیش به موج گردهمایی‌های پر ازدحام و با شعارهای مبارزه با کروپسیا دو حزب قدیمه و قوی پاکستان را شکست داده به قدرت رسید. او وعده داده بود که دست به اصلاحات زده یک پاکستان نو می سازد. تا کنون یگان سروزیر در پاکستان نتوانست 5 سال مهلت پیش بینی شده را تا آخر طی کند. چنین به نظر می رسید که عمران خان می تواند نخستین چنین رهبر حکومت شود و 5 سال تمام کرسی خود را حفظ کند، ولی عامل اصلی به قدرت رسیدن او در سال 2018 در اصل پشتیبانی دو قوه در عرصه سیاسی پاکستان خیلی پرنفوذ اردو و نهاد امنیتی بود و اینک او به سبب تنشی که بین او و این دو نیروی قوی به وجود آمده است کنار زده شد. حزب حاکم پاکستان حالا حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است. دو حزب اساسی مخالفین این کشور لیگ مسلمانان پاکستان و حزب مردمی پاکستانند. پاکستان با 227 میلیون اهالیش پنجمین کشور از همه پراهالی دنیا و بعد اندونزیا دومین کشور پراهالی جهان اسلام به شمار می رود.